این هفته خبر تو خبر داره براتون از بلبشویی که راه افتاده و ریزشی‌ها مدام به عظما لگد میزنن. اون زمان مقام معظم رهبری فرمودن که نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشود. حتی تا همین چند ماه پیش هم آقا فرمودن که مذاکره با این دولت شرافتمندانه است. ولی خب تغییراتی انجام شد. این سوالم از آقای خطیب زاده داشتم که این تغییرات رو برای ما شرح بدن که تغییراتی ایجاد شد و نظام تصمیم گرفت که بره مذاکره بکنه. این یکی هم تعارفات رو گذاشته کنار و زیرا به هسته‌ای رو میزنه. قرار نبود انرژی هستی حق مسلم باشه، قطعا حق مسلم ماست، ولی آیا این حق مسلم تونسته حتی برق ما رو تامین بکنه؟ پس ما چرا قطعی برق داریم؟ این حق مسلم حتی نتونسته برق یک شهر رو تامین بکنه، پس چرا ما داریم بابتش هزینه میدیم؟ ما مگه قرار نبود تو افق 1404 کشور اول منطقه باشیم؟ الان واقعا کشور اول منطقه هستیم؟ وقتی به عظما اینطوری لگد میزنن دیگه تکلیف رئیس جمهور ناترازش روشنه. شما که از نهج البلاغه حرف میزنید، مسئولیت ها هدیه نیست که اینو به دوست و رفقای خودتون میدید، به نزدیکان و به همباندی های خودتون میدید. از قدیم گفتن بالا و پایین نداره، بز رو هر جا بذاری بزه. حالا اگه سوالتون شده که چرا این جماعت اینطور به حول و ولا افتادن، جواب رو از زبون این یکی بشنوید. دشمن برای 4 موضوع در داخل امید بسته که کشور رو 2 قطبی کنه و بتونه کشور با این 4 موضوع اغتشاش ایجاد کنه و در داخل کشور رو به هم بریزه. موضوع اولشون مذاکره است. موضوع سوم معیشت و گرونیه که میخواد با موضوع گرونی و معیشت بتونه مردم رو بکشونه کف خیابون. همزمان با این دست و پا زدن ها، عظما و جک و جونوراش خیز برداشتن تا برای اموال مردم ایران نقشه جدید بکشن. کل سرمایه ارز و طلایی که مردم ما در خونه هاشون دارن و به نوعی از گردونه اقتصاد خارجه، سال گذشته حدود 70 میلیارد دلار بوده. یعنی اگر مردم ما اعتماد کنن، برگردن به کلمه اعتماد و سرمایه هاشون رو بیارن برای سرمایه گذاری به اندازه کل سرمایه گذاری آمریکا در خاورمیانه است. به این میگن دزدی تو روز روشن، اما به شیوه نامحسوس. اینجا هم برنامه اینترنتی رو انداختن که مثلا جست گفتگو و دیالوگ بگیرن، اما چنین حرفایی از توش راه میفته. وضعیت کشور خوب نیست و الکی دستو به اصطلاح پنجه نزنید که وضعیت رو خوب نشون بدید. هر 5 تا عزیز ماشاءالله استاد یکی به نعل زدن یکی به میخ زدن هست. من میخوام اثبات بکنم که وضعیت کشور خوب نیست و نیازمند یک سری تغییرات و تحولات اساسی هستیم. شما که علوم سیاسی خوندید باید بهتر متوجه باشید من چی میگم. شاید برخی عزیزان با توجه به صحبتایی که کردن گفتن یکی تو پتروشیمی، یکی تو نفت، یکی انرژی اتمی، اینا یعنی رانت. این 3 صنعت پیشران کشور هستن و پول توشونه و هنوز صدای ما رو نمیشنون. باشه بذارین نشنون، در آخر مشخص میشه که وضعیت کشور به کجا میره. دلایل ناامیدی من خیلی مشخص، اصلا این سوال جا نداره اینجا پرسیده بشه. همه چیز مثل روز روشنه، اظهر من الشمس. شما مردمتون زیر خط فقرن، 50 میلیون فقیر دارید. مردم ایران که اینطوری ذلیل و تحقیر و خوار شدن که اینطوری تحقیرآمیز زندگی کنن، با درآمد کم زندگی کنن، تو صداشگاه زندگی کنن؟ شما اصلا باید شرمگین باشید که نشستید اونجا و دارید از این وضعیت دفاع میکنید. خبر تو خبر. در شرایطی که مردم ایران به خاطر فاجعه بندرعباس داغ دارن، این رئیس جمهور مشنگ خامنه‌ای رو ببینید که به اسم عیادت چه هرهر و کرکری را انداخته. خدا هر چه سریعتر. البته نگرانی نداریم. من فکر میکنم اگه اینا باشه من جای تو باشم پا میشم میرم. یعنی الحمدلله نگران نباش. خدا به خیر گذرونه. رئیس جمهورشون که اینطوری هرهر و کرکر میکنه، برنامه تیویش در همون روز فاجعه هم میشه این. بده موسیقی رو آقا، بده کیف کنیم. آی جانم
خدا شادی به لباتون بده انشالله. همیشه به خوشی. خوش اومدید. خوش اومدید به سنگسر. به بسیجی‌ها گفتن شما هم دست به کار شده با هوش مصنوعی یه غلطی بکنید. نتیجه شده این. 22 بهمن باید سرمشق ما باشد در طول زندگی و برای نسل‌های آینده. این یکی هم برای که به بسیجی‌های ریزشیر روحیه بده به این روزه ها رو آورده. توی یمن میگن این مرگ بر آمریکا بعد از نماز نباشه نمازت قبول نیست. بیراه نمیگن. توی یمن خیلی این صلابتشون علیه دشمن قویه. مشنگستان این هفته رو با اظهار نظر پاسدار لاریجانی درباره جنتی به پایان میبریم که یه لگد نامحسوس بهش میزنه و میگه خاصیتی نداره. ایران میخواد تحریم چی بکنه؟ تو این مدت که میگفتن 1500 تا تحریم اضافه شد، افراد رو تحریم کردن. مثلا وقتی آقای جنتی رو تحریم کردن، مثلا آقای جنتی مثلا چی میخواد تحریم بکنه؟ چه خصوصیتی؟ چه خاصیتی به این هست؟ از اونجایی که امسال سال ماره در پایان توجه شما رو به این مار دیدنی جلب می‌کنیم که تبدیل به عصا شده. های خبر داره میره توی گور، این عزمای در به در دمها رو از دل ببر. با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.